سلام فرشته های خانه قصه گو، شب بخیر. مثل هر شب اومدم تو اتاقتون کنارتون براتون قصه بخونم تا شما چشمای قشنگتون رو راحت تر ببندین و استراحت کنید. یکی بود یکی نبود. یک صبح تابستانی زیبا بود و خانواده خرسی میخواستند به گردش بروند. مامان خرسی و بابا خرسی وسایل لازم را آماده کردند. برادر خرسی، خواهر خرسی و خرس عسلی خیلی هیجان زده بودند. قرار بود بابا بزرگ خرسی و مامان بزرگ خرسی هم بیایند. مامان بزرگ خرسی گفت برای گردش امروز تاس کباب مخصوص پختم. بابا بزرگ گفت به به، تاس کباب، غذای مورد علاقه من. برادر خرسی زیر لب گفت تاس کباب؟ من که اصلا دوست ندارم. خواهر خرسی زد زیر خنده. مامان خرسی پرسید چی گفتی برادر خرسی؟ برادر خرسی جواب داد هیچی مامان. بیا خواهر خرسی، بیا یک جای خوب برای نشستن پیدا کنیم. خانواده خرسی در جاده خاکی آفتابی جلو رفتند تا بهترین جا را برای نشستن پیدا کنند. خواهر خرسی و برادر خرسی جلوتر از بقیه راه می رفتند. مامان خرسی گفت لطفا صبر کنید، ما باید با هم برسیم بچه ها. ولی خواهر خرسی و برادر خرسی گوش نکردند. مامان خرسی خوشش نیامد و گفت یواشتر، گفتم یواشتر. بابا خرسی گفت یادم هست یک جای خوب همینجا بین این درخت ها بود. وقتی مدرسه می رفتم همیشه می آمدم اینجا. خواهر خرسی گفت آن روزها که 1000 سال پیش بود. الان اینجا خیلی بد شده. بیایید یک جای بهتر پیدا کنیم. بابا خرسی از این حرف خوشش نیامد و گفت عجب. مامان خرسی گفت من یک جای زیبا کنار آن برکه می شناسم. من و بابا خرسی اوایل ازدواجمان می آمدیم اینجا. برادر خرسی گفت آن روزها که 1000 سال پیش بود. الان اینجا پر از پشه است. بیایید یک جای بهتر پیدا کنیم. مامان خرسی و بابا خرسی خوششان نیامد و هر دو گفتند ای بابا، ای بابا. همانطور که جلوتر می رفتند مامان بزرگ خرسی گفت یادم می آید یک جای خوب بالای تپه خرس بزرگ بود که قبلا من و بابا بزرگ آنجا می نشستیم. منظره خیلی زیبایی داشت. مامان خرسی حرف مامان بزرگ را قطع کرد و گفت نه مامان بزرگ، ما نمی خواهیم از تپه خرس بزرگ بالا برویم. بیایید یک جای بهتر پیدا کنیم. مامان بزرگ خوشش نیامد و گفت ای عجب، عجب. خانواده خرسی همینطور در طبیعت جلوتر و جلوتر رفتند. حالا هم گرمشان شده بود و هم خسته و گرسنه بودند. بابا بزرگ گفت من یک فکر خوب دارم. چطور است همه ما؟ بابا خرسی حرفش را قطع کرد و گفت نه بابا بزرگ، ما کمک نمی‌خواهیم. خودمان می‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم. بابا بزرگ ناگهان ایستاد. گفت یک لحظه صبر کنید. انگار شماها زیاد برای بزرگترها احترام قائل نیستید. مامان بزرگ هم موافق بود و گفت درست است. برادر خرسی و خواهر خرسی هم به مادر و پدرشان احترام نمیگذارند. بابا بزرگ هم گفت و مامان خرسی و بابا خرسی هم به من و تو احترام نمیگذارند. ببینید ما بزرگترها تجربه های زیادی داریم. از قدیم هم گفته اند که پیری و تجربه. بابا خرسی گفت ولی بابا بزرگ. بابا بزرگ گفت ولی پسرم. یک پسر عاقل همیشه به حرف پدرش گوش می دهد. برادر خرسی و خواهر خرسی با هم گفتند پسر، تا حالا به این فکر نکرده بودند که بابا خرسی هم
پسر کسی است و زمانی بچه بوده است. برادر خرسی، خواهر خرسی، مامان خرسی و بابا خرسی خوب به حرفای بابا بزرگ فکر کردند و آن وقت فهمیدند که حق با بابا بزرگ و مامان بزرگ است. آنها مؤدبانه رفتار نکرده بودند. برادر خرسی و خواهر خرسی گفتند ما متاسفیم. ما آنقدر که از این گردش خوشحال بودیم که حواسمان پرت شد و بیادبی کردیم. از الان به بعد حتما به بزرگترها احترام میگذاریم. مامان خرسی و بابا خرسی هم گفتند ما هم متاسفیم. میدانیم که نباید اینطوری با بزرگترها صحبت میکردیم. مامان بزرگ لبخندی زد و گفت اشکالی ندارد، ما شما را بخشیدیم. حالا بیایید، بابا بزرگ یک جای خوب برای نشستن پیدا می کند. او در پیدا کردن جا برای نشستن و استراحت خیلی حرفه‌ای است. بابا بزرگ گفت بله، واقعا حرفه‌ای هستم. تازه اگر جا پیدا کردن را به عهده شما بگذاریم از گرسنگی میمیریم. برادر خرسی و خواهر خرسی کنار بابا بزرگ راه افتادند و پرسیدند داریم کجا می رویم بابا بزرگ؟ بابا بزرگ گفت اصلا نگران نباشید. بابا بزرگ خرسی در پیدا کردن جای تفریح حرفه‌ای است. همانطور رفتند و از روی تپه رد شدند و از بین درختها و از وسط دشت گذشتند. بالاخره بابا بزرگ گفت خب این هم بهترین جا برای نشستن و تفریح. خواهر خرسی گفت ولی بابا بزرگ اینجا که خانه خودمان است. بابا بزرگ با لبخند گفت درست است دخترم، تا حالا پیکنیک در حیاط نشنیده ای؟ بابا بزرگ و بابا خرسی توی اجاق آتش درست کردند و ماهی ها را کباب کردند و گذاشتند کنار تاس کباب مامان بزرگ. برادر خرسی و خواهر خرسی گفتند به به، ماهی کبابی، غذای مورد علاقه ما. آنها نشستند سر سفره و لیوانهای نوشابه را هم برداشتند و بعد همگی از بابا بزرگ خرسی که پیرمردترین فرد خانواده بود تشکر کردند. همه گفتند ممنون بابا بزرگ، تو بهترین جا را برای پیکنیک پیدا کردی. بابا بزرگ خرسی قاشقش را پر از تاس کباب کرد و گفت خب خیلی خوشحالم که میبینم به بزرگترها اینقدر احترام میگذارید. بچه های قشنگم، چشمای قشنگتون رو بستین؟ میخوابین تا خاله قصه گو فردا شب با قصه جدید بازم بیاد کنار تخت خوابتون. مثل هر شب لپاتون رو میبوسم. خاله قصه گو خیلی شماها رو دوست داره. تا فردا مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.